حجت‌های ضروری در روشنای بالا زودتر آنها را گرفتن لازم است وگرنه نابود می‌سازند. در درون کسی ماند؟ تنها یک دختر است. عین حال او هم نمیتونه سر دارم. کشا در را تسلیم شو میگویم برو بیرون زودتر در را کشا میگویم زودتر گوش کن با یکونجا گریختن نمیتوانی بهترش تسلیم شو ما نمیخواهیم که به تو یگون آسیب برسد از دو سر ما درون شکسته به درون میدرایم یگان کار کردن نمیتوانید من از شما نمیترسم چی شد؟ عارف خودش را در درون محکم کرده است دری آهنی ساختند بشرفان عارف چی گپ شد؟ خودش را محکم کرده است که در آمدن نمیتوانیم حجت‌ها را نابود کردن میخواهد چی در آمدن نمیتوانیم ظریف در را کشاده میتوانیم کشاده میتوانم اما وقتی زیاد را میگیرم اکا ما وقتی زیاده نداریم باید هرچی زودتر در را کشاییم برادر من این در را میکشایم چی کار میکنیم؟ کفشری اکسیژنی آقای مدیر مرا میشنوید یکی از آنها خودش را در درون محکم کرده است برای کشادن در کفشری اکسیژنی لازم لب سر دارم کارلوس برای رفیقان کفشری اکسیژنی لازم شده زودتر برده رسان تو این کارها را خوب می‌دانی سلامت باشید برادر تو با من بیا تلفن رو گیر آخیر خدایا از وقتی همین است الو چرا تلفن رو نمیگیری؟ پلیس به خونه ما حمله کرد همه رو کشتن تنها من زنده ماندم فهمیدم والا در کجایی؟ خودم رو در داخل خانه محکم کردم در اومدنشون ممکن از خانه یکون چیز گرفتند؟ نه یکون چیز نگرفتند من در درون خانه هستم به درون در اومدن نمیتوانند مایلش آرام شو تمام حجت‌های آنجا را نیست نابود کن مرا فهمیدی؟ مایلش نکنم اما چی خیل در اینجا نگو گیر دست و نه یکون چیز دیگر من چیکار کردنت را میگویم سردار مومه در مایلش سارا وضع در اینجا بد است تعینات مخصوص همه را احاطه کرده است برای کشودن در کفشری اکسیژنی آوردن وقت زیاد نداری هر چیز زودتر باید این حجت‌ها را نیست کنی اگر لازم شود خودت میمونی فهمیدی تو خواطر نشو من از مردن نمیترسم فقط گپ زن چیکار کنم کارلوس وقتی زیادتی نداریم زود باش فهمیدم اکا کوشش دارم جورا زودتر کشو همه را به خاک یکسان کنیم جوره یک دقیقه صبر کن از برای خدا آخر قوطی گوگیر نکشاده سادیم کو در این کلان پلودین است ای من قربان تو شوم ما یک گروه انسان ها یک دریچه را شکسته نتوانستیم و تو باشی یک دروازه بزرگ را در یک حمله زده شکستیم تو کی را در نظر داری ظریف؟ باز کی میشد؟ آخر حضرت علی را در نظر دارم آیا حضرت علی نبود که دروازه بزرگ خیبر را شکست؟ اکای صالح آخر حضرت علی مرد به نهایت با قوت بودند اکا جان ما قوت آن کس را نداریم بله همین خیل بود بهوده نگفتند که از حضرت علی دیده مرد دلیر رو از شمشیر ذوالفقارش دیده شمشیر تیزتر و من اجازت میدادید که ها این در را میشکستم آرام بالتر آرام اکا تو از حضرت علی و ذوالفقار سخن کردی بالتر دیگر در جایش قرار نمیگیرد
برادرها سومان چرا نامآمده است؟ یگان کس خبر ندارد؟ نمیدانم. آیا یگان کس خبردار است؟ من هم خبر ندارم. یگان حادثه رخ نداده است انشالله. من حاضر میآیم. سارا مرا گوش کن. برای همه حجت رو نز کردن یک راه داری. در گپ زن. قالین خونه را بردار. در نزدیک دریچه آن را کشو. یافتم شدم. در درون یک لطه یک چیز است. آن را گیر. آیا اون چیزی گمان میکردم همان است؟ بله. نباید یکون حجت به دست پلیس رسد. حتی خود تو هم برای همین وقتی که به درون در آمدم بمب را میتر کنی. نباشد مقصد دعوای ما ناپورا میموند. اگر تو در این راه جان ندهی نسل آینده تو را همچون تروریست میشناسند. مرا فهمیدی؟ بله فهمیدم. همه حجت ها را با پلیس ها میتر کنی. آخرین را چه خیلی میتر کنم؟ سخنهای مرا خوب گوش کن. الو سارا مرا میشنوی؟ کجا شدی؟ گوش دارم همین جایم. چی شد؟ چی ترسیدی؟ نه نمیترسم من. نام تو در تاریخ با حرفهای زری نوشته می شود. نگران نباش. جسور باش. تو دختری جسور دلیر هستی. تو همچون قهرمان میموری. چیکار کردنم رو گپ زن عذر میدرویند. بخیر است عارف؟ آقای مدیر از سومن یگان خبری نیست. میدونم تلفن کردم جواب نداد. آخر بسیار خواطر شدم. میلش باری دیگر زنگ میزنم شاید بیمار باشد. او هیچگاه ما را به خبر نمیگذاشت. من یک ببینم. رفیقان مردم را از اینجا دور کنید. زودتر چی حادثه شده نشان نمیدانیم. خطر به پورگی رفت نشده. زودتر دور شوید. برادران از اینجا روید. زودتر پراکنده شوید. آخر اینجا جای تماشا نیست برادران. زودتر روید. عارف جواب نمیدی. تشکر سردار. تشکر. او کیست؟ در اینجا چی کار میکنم؟ این خانوم است که صدا را باید نزد ما بیارد. این توف را به تو میخورانم فهمیدی؟ حتی از این بدترش نمیکنم اما حاضر نه. یگان کار کردن نمیتوانی حیوان. او را ببرید ببندید دهانش را حتما ببندید. رفیقانی من حتما تو را میابند. نیخیر خیلی میافته باشند ها؟ از بای تو چون که مثل حیوان بای میکنی. میبینم که کی را میابد. ببرید او را از پیشی ندارم ببرید. راه این کار وقتی زیاد را گرفت. دختر کارشو تمام کرد. چای دم کرده خوراک خورده ایستاده است. بولتا بلا برین در بالای سرم نیست. توبه کردم خدا. ای کمی صبر کن. ای کارلوس زودتر باش. ظریف چی کار کردی؟ درون را دیده میتوانید؟ حاضر تمام میکنم. نوارگی را به درون آوردم. یگان کس را به اونجا را میکنه. عارف تو نزدی ظریف را. خوب شد سکر. فهمیدم. گفته‌ات رو عیناً کردم. حالا چیکار کنم؟ اکنون چیکار کنم؟ باید وقتشو معین کنی. چند دقیقه مانم؟ کی به درون میدرویند؟ من از کجا دانم کی میدرویند؟ میلش نباشد یک دقیقه کن. وای من نکن آرام شو. با آنها کی بودن ما رو نشون میدیم. میخوام زودتر به انجام رسد.
چیکار کردی برادر؟ کوشش کرده ایستادم اکا. این دختر چیکار میکند ظریف؟ اکا نمیبینم. با گمانم در دستش کامپیوتر است. بلا زند او را همه چیز را برباد میدهد. کو کمی داخل در خانه را نشان ده، شاید اگون چیز را دیده توانیم. کو ایست ظریف ایستو. کمی خفا بیا. آن اینجا رو ببین. آیا این عکس را از نزدیک دیدن میتوانیم؟ اکای عارف بخیر است چی شد؟ آها مایلا شکا نه یگان مشکلی نیست مایلا شکا اطاعت کن آها aynən گفتی خدا تکا آخر ما گفته های خودت رو میکنیم میگوریزد دختر میگوریزد ای دختر تا صفای مرا خراب کرده ایستاده ای گریتون را ببرید نه از پاسبانی کنید در خفای خود یک ترماچه هست اون را زل کن همین قدر همش همین قدر بله همش همین سارا تو را هرگز فراموش نمیکنم نام تو تا ابد باقی میموند در کیهان نام تو ابدی میموند حال تمام نکردی نتوانی گپ زن یگان راه دیگر یابیم حاضر تمام میشد کمی دیگر نه زودترشان کی تمام میشود ولتا هنرات رو نشان ده کو کفاتر است بیایید کنی بیایید 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 بولتان زود باش
کمی زودتر در رو کشو. بیایید داخل بیایید. یا الله بمب است در دستش بمب است. هممون در اینجا مرده میرویم. شما هم همراه من میمیرید. نه نکن، هرگز این کار را نکن. دیوانگی نکن. اکنون دیر شد. بولتا عجلمون اومد. کلمه شهادت رو اکنون میخوام. برای من پرخش نیست. به سوال و جواب راست به جنت میروم. الله و اشهد ان محمد اما تو را میکشم. نکن برو با من ده. از همین خواب را بیر. نمیدیم. مرده میروید همه تو میمیرید. نکن برو با من ده. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان من محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چرا نترکید؟ چهل شد. بولتا آیا مردین؟ چشمهایم را کشویم. قلبم تو حال میزند. این طرف بودم دستال را بالا سر بیار. چرا من زنده؟ برادرم زنده. چرا نترکید آخر؟ ای برادر به شما نمردین؟ سرده هیچ کس مثل تو در این دعوای پور صادق نیست. بمب نترکید، اما وقتی که سلاح را به سرش ماندیم در حال تلخ کف شد. قریب در جایش تر میکرد. عارف تو چی کار کردی؟ من نگون کار نکردم اکی ساله. این برادر کرد. دختره که بیچاره را گمراه کرد. مرا فروختی. آرام شو. آرام شو. ایستا آرام شو. خاموش شو. مادر اینجا دمت را گیر. بزانو زن میگویم. آرام شو. خاموش باش. به سرم سلاح گذاشتن. دیگر چیکار میکردم؟ داد نزن. اما که ترسان چک جوابی این کارت را میدهی. من به تو نشان میدهم. آرام باش. در جای نشین. آرام باش. اینها رو ببرید. خز. حاضر من به تو نشان میدهم. ظریف میشنوم. این بمب رو گرفته تحقیق کن. همه را جمع کرده به شعبه استخبارات دید. اطاعت کرد. رحمت عارف. سلامت باشید اکا. با تو هم تشکر برادر. شما هم تشکر. سلامت باشید. رفیقان مبارک شود.
آفرین رفیقان، حلالتان باد. تشکر آقای مدیر. سلامت باشید. سردارم از سومن یگان خبری هست؟ به خدا نیست عارف، زنگ زدیم نیافتیم. اگر یگان امری نباشد من از پی او میشوم. میلش رفته بین. دیشب من هم زنگ زدم جواب نداد. کلید خونه‌اش رو به من داده بود. اگر خواهی من هم میروم لباسهایم رو گیرم. میلش بیا میرویم. من هم میبرایم. باید با محکمه روم. صالح چی گپ شد؟ زنی من باز شکایت کرده است. با محکمه داده است. این مراتبه برگشت ندارد. 1 ساعت پس سری سود میبرایم. ما همراهی تو میرویم مکه. تو رو تنها نمیگذاریم. تشکر. نباشد بیایید میرویم. رفیقان جمع شوید میرویم. عارف گفتنی نابکار رفیق ما را کشته بود. جواب این کارش رو میدهد. وقتی که عارف را دیدم از دستش میبوسم. چنانه که میبینم مهر و محبتتان به یکدیگر زیاد است. آیا عاشق هستید؟ صدا را امشب انتقال میدیم. احتمال این کار به دوش گروهی تعیینات مخصوص باشد. فهمو این خیل باشد آماده میشویم. چقدر که میخواهید تیار دیدن گیریم. از دستتان یگان کار نمیآید. رفیقانی من را زنده به زنده میگراند. میبینه نیتی تروریستان شما و آن دختر رو ترک کنیدن بود ها؟ حیف است آخر. گناه است. جوانان را گمراه میکنند. چرا گمراه میکند؟ شاید خودش این راه رو انتخاب کرده باشد. ممکن مخصوص میکند. نخواد که آدمیزاد برای این گونه کارها جان خودش را فدا کند. آخر شما هم خودتون را فدا میکنید یا نمیکنید؟ اگر ما بمیریم شهید میشویم. آخر سرداری تروریستان نیست. با آنها وعده شهادت را میدهد. خانم فیضیه شربت شهادت را چشیدن هرگز کاری ساده نیست. شهید شدن به هر کس میسر نمی شود. بین شهیدان شما و آنها چی فرق است؟ خودتان فکر کنید. شهادت مقام خود را دارد. وقتی که ما کشته می شویم البته برای راه حق، حقیقت و راه خداوند جان می دهیم. اما آنها در کدام راه کشته می شوند؟ در راه غرضهای ناپاک و جهالت و فسادکاری کشته می شوند. هرگز این گونه فکر نکرده بودم. راستی گفت سخنهای شما هم اثبات میخواهند. ایمانداری حاجت به اثبات ندارد. یا ایمان میاری یا اینکه نمیاری. اگر انسان با چشم خرد اندیشه کند همش را البته اثبات میکند. نباشد حالا من از زمره خردمندان نیستم. ما هم نمیدانستیم. ما را آموزاندند. شاید نفری پیدا شود که شما را هم آموزاند. به صبرانه منتظرم. بعد گردش به طرف راست. سومن خدایا توبه. این دختر به کجا رفته باشد؟ خبر همه نداد. زنگ هم زدم جواب نمیدهد. خودش هم زنگ نمیزند. آخر این خیر کار نمیشود. نه با گمانم که به خانه ندر آمده است. انا بین جایگاه خوبش با ترتیب است. به خدا که حاضر دیوانه میشوم. گویا زمین کفیده باشد و به خریان فرو رفته باشد. ها عارف به سر من یک فکر می آید. چی می آید؟ میدونی چی دیشب با من از سلیم سخن کرد. سلیم؟ چی گفت؟ با گمانم که سلیم مرده است گفت. همین خیل فهمیدم. اما انیق نمیدونم. به نظرم که خودش را در این کار گناهگار میحسابد. این فوجیه را تا حال از سرش دور نکرده است. این اشپاز از کجا پیدا شد؟ از کجا پیدا شد؟ نمیدونم. شاید به این کار یگان علاقه دارد. چرا محض به شما این حادثه را نقل کردن؟ چرا به شما نقل کرد؟ بعضا انسان برای دردش را گفتن هم صحبت میکنند. از من دیده دوگانه خوبتر نیست. شما روانشناسید لیکن به همه کار دخالت نکنید. میلش
шарт нест ки ба ғазаб биёӣ. ман хостам кӯмакатон кунам. акаи солеҳ, ғамгин нашавед. иншоалло ҳамаш ба хайр мешавад. фикри худамро не, фикри духтарам нозияро дорам. зариф акаи солеҳ рост мегӯед. янгам кори хато кард. сабаби дер рафтани шумо ба хона маълум аст. охир шумо дар тарабхонаҳо намегардед ку. дар ин замон шахсони майзада аз мо дида болотаранд. афсӯс ки ин гуна ҳақиқатҳо бисёр талх мешаванд. ака шумо нигарон нашавед. мо нозияро ҳаргиз ба дасти гулрӯи бефаросат намедиҳем. дада дадаҷон, хайрият барои оилаатон вақт пайдо кардед. ин ҳам дар рӯзи ҷудошавиатон. биё духтарам, инҷо биё. биё. салом солеҳ. рафиқонатро ҷамъ карда омадӣ? оё қувваи худатонро нишондиҳӣ омадед? ту киро метарсонӣ? янгаз барои худо чӣ хел сухан аст? наход ки мо шахсони бадҳайбат бошем. аз кор омадем. рафиқон, биёед беҳтараш мо бароем. ба ягон ҷо намеравед. дар ин ҷо меистед. хуб шуда сардор. даъвогар саодат собир. рафтем. гунаҳгор солеҳ собир. хезед ака. биё ака, биё. духтараки зебоям. рафтем аз ин ҷо. не, ман дар назякаҳоям менишинам. рафтем духтарам, дар ягон ҷои дигар менишинем. ман дар ин ҷо мешинам. якравӣ накун мегӯям духтарам. апа бигзор нозия ин ҷо бинишинад. нозия ин ҷо биё гуфтам, ба наздам биё гуфтам. рафтем духтарам, дар дигар ҷо менишинем. якравӣ накун гуфтам духтарам. биё ба наздам биё. фаромӯш накунед ки шумо дар ҳузури суд қарор доред. оғои судя, наберамро гирифтанд. не амаки судя, ман дар ин ҷо нишаста мехоҳам. маро маҷбур мегиранд. инҷо биё. сардид. майлаш ҳар куҷое ки мехоҳӣ нишастанг. шумо ҳам оромона дар ҷоятон шинед. болта, оё имсол ранги бунавш муд шудааст? ба хонум назар кун, бисёр зебидааст. бунавш ранг нест. бунавши кабуд муд аст. дигараш аст. хонум, чаро аз оғои солеҳ ҷудо шудан мехоҳед? охир кадом аз сабабҳояшро нақл кунам? саҳар барвақт аз хона мебарояд. шаб кай омаданаш маълум нест. ҳамеша мунтазири телефон ҳастам. ҳамеша дар тарс ҳастам ки хабари нохуш меояд. на ҳуқуқи шавҳардориро ба ҷо меораду ва на ҳуқуқи падариро. амаки судя, ман аз падарам ягон шикоят надорам. беҳтарин падар мебошанд. дар дунё ин хел падар нест. ба зами ин қадар заҳмату корҳояш даромади ӯ 2-3 танга буд. то охири моҳ ба як азоб барои озуқа мерасондам. агар модарам намебуд, бовар кунед, гурусна мемондем. хулоса, ман ҷудо шудан мехоҳам, оғои судя. оғои солеҳ,
این سخنها راستند؟ راست میگوید. شما چی کارید؟ سرباز هستید؟ کارمند تعیینات مخصوص میباشم. پس چرا این رفتار میکنید؟ خانمتان رو چرا میرنجانید؟ خدا رحمتی پدر و مادرم میخواستند که پلیس شوم. دل آنها را رنجاندن نخواستم. شکر خدا که کالج پلیسی و حربی را با دیپلم اعلی ختم نمودم. محبت وطن و ملتم زیاد شد. با تعیینات مخصوص در آمدم. سالهای دراز در کوه و پشتا با غارتگران مبارزه می بردم. شب و روز نگفته خدمت می کردیم. فکر معاش را هم نکردیم. خداوند خودش دانست. به هر حال من زن خودم را دوست می دارم. اما راست می گوید زندگی که می خواست مهیا کرده نتوانستم. قبول دارم. من پدری مکمل نیستم. فرزندان مردم به خطر خواب کنند گفته در فکر حمایه آنها شده وظیفه پدری را اجرا نکردم. حقش را حلال کند. از شما یک خواهش دارم. مرا از دخترم جدا نکنید. التجا دارم. خانم این مرد حقیقت گو و جوان مرد باشد. آیا شما از همین خیل مرد جدا شدن میخواهید؟ بله آقای سودیا. کار و وظیفه‌اش از سرش ماند. آقای سودیا من توکل به خدا کردم. اگر توکل به خدا کنی یگان مشکلی نمی شود. تو چی ها میگویی ساله؟ خاموش. دخترم آیا تو یگان شکایت از پدرت داری؟ البته دارم آقای سودیا. نبیرم یک روز خوش را ندیده است. خدای توبه دردی سرمون شدی کو؟ در جایت نشین نباشد به بیرون نبرم. گوش کن من رفته این سعودیه را با آغوش میگیرم. مردی حقیقی بوده است. پیش رو هم را نگیر. پیش رو هم را نگیر. عجیب انسانی خوب بوده است. قسم میخورم که حتی من شرم کردم. گپ زن دخترم آیا شکایت داری؟ نه امکی سودیا شکایت ندارم. پدری من بهترین پدر در دنیا می باشند. شما با لباسهای کاریش را نظر نکنید. پدرم مردی رحمدل و مهربانند. امکی سودیا ما را از دیگر جدا نمیکنید. همین خیلی نه؟ دخترم ما قانونها را رعایت میکنیم. از پیش خودمان قرار برآورده نمیتوانیم. قرار سودی عالی. خانم نویس محکمه طلب جدا شدنی زن و شوهر حاضرین را صرف نظر گرفته برای رعایت نکردن حق و حقوق‌های عائلوی قرار جدا شدن آنها را می‌دهد. از این پس دعواگر سعادت صابر با خواست خود از شوهرش صالح صابر جدا می باشد. نازه صابر باشد با مادرش زندگیش را دوام داده روزهای استراحتی به نزد پدرش حق رفتن دارد. این است قرار سودی عالی. زندگی کردن دخترچه همراه مادرش هم برای او و هم برای تو خوبتر است. غمگین نشو.
رفتیم خدا را شکر دادا جون التجا میکنم دادا جون ما رو تنها نگذارید من هم روی شما زندگی کردن میخواهم دخترم سودیا رو شنیدی از دست ما یگان کار نمیآید غمگین نشو روزهای استراحت یک جا میشویم بیا دخترم میرویم مادر جون التجا میکنم جدا نشوید مثل پیشین یک جویا شوید زاری میکنم مادر جون التماس مادر جون رفتیم بیا دخترم رفتیم میخیل نگو خدا نشان ندهد چرا شما کاردار میشوید همش عیب شماست فهمیدید محمد آنا بسیار گپ نزن زود شو راه گرد زودتر میرویم راه گرد اکه سالی غمگین نشوید همش خوب می شود من این گروه رو باب میکنم حالش رو بد میکنم دادا جون شما را هرگز تنها نمیگذارم من هم تو را تنها نمیگذارم همیشه با تو هستم مرا شنیدی هر گاهی که خواهی در نزدت میشوم در نزدت میشوم نازیا ایست تو با من تهدید میکنی؟ بله یا توبه سوله التماس میکنم بس کن دخترم از گپی مادرت نبرو مایلش آنها رو غمگین نکن روزهای استراحت یک جا میشه مایلش دادا جون نگران نباشید دخترم رو خوب نگاه بین کن اگر با او ضرری رسد میدانم با تو چی کار کنم خواطر نشو با او غیر از تو کسی ضرر نمیرساند رفتیم دخترم رفتیم دستهایت رو میکشایم باز فکر یگان نامعقولی را نکنی نباشد به سرت تیر میخوری از آنی که خوراکی شما را خورم از گرسنگی مردنم بهتر است ایستا
مرا مجبور نکن. نمیخوام که با چهره زیبای تو یگان آسیب برسد. نخورد هیچ گپ نه. او را ببنده. تو از سخنت نمیگردی ها؟ همین خیل نه؟ نه من نمیگردم. من مثل شما ابله نیستم. حیف میشوی. کنی بینیم وقتی که جسد تو رو عاشقت بیند چی کار میکرده باشد؟ هیچ کار نمیکند. برای شهید شدنم نماز شکر میخوند. میبینه. آیا از سومن یگان خبر نیست؟ نیست. در خانه هم نیست. دیوانه شدم. با کجا رفتنم را نمیدانم. شما چی کار کردید؟ با محکمه رفتیم. اکی ساله از زنش جدا شد. نه. خدا خودش داناست. من آن زن را نز نمیدیدم. من هم اگر میرویم. مشکلی نیست؟ نه نیست. کارلس آیا یگان خبری هست؟ نه که همش تینجو امانی است. میتوانید بیروید. من تو بر این انسان ها را نقص نمیبینم. با کوه و پشت برآمده به ملت و وطن خیانت میکنید. آخر آدم بر این عقلتان را استفاده برده. نباید به این کارا شریک میشدید. بولتا بس کن، حالا وقت این کار نیست. آماده اید؟ میرویم. کنی راه گرد.